پیروان واقعی امام علی رضی الله عنه. ما در این رابطه کتابی داریم به نام پیامبر پایه‌گذار تشیع. در این کتاب ما 40 حدیث از 40 منبع اهل سنت نقل کردیم که در تمام این احادیث واژه شیعه از زبان رسول گرامی اسلام در مورد شیعیان امیرالمومنین به کار رفته، مثل همون حدیث معروفی که یا علی انت و شیعتک فی الجنه، علیون و شیعته هم الفائزون و احادیث دیگری به این مضمون از شخص رسول الله که حتی ابن حجر مکی هم برخی از اینها را در همین کتاب سوائق محرقه نقل میکنه. جناب حجت الاسلام، اولا به نظر می رسد که شما نمیدانید که شیعه در لغت عربی چه معانی و مفاهیمی را در بر دارد. شیعه در لغت عربی به معانی متعددی اطلاق شده است، از آن جمله به معنی پیروان و اتباع. الله متعال می فرماید و این من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. و به راستی که ابراهیم از پیروان او یعنی نوح علیه السلام بود، آنگاه که با دلی پاک به سوی پروردگارش آمد. و به معنی گروه و جماعت الله متعال می‌فرماید إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. همانا فرعون در زمین تکبر کرد و مردمانش را دسته دسته نمود. اگر به نظر شما نامگذاری شیعه از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت باشد، پس باید نسبت دادن این عنوان از طرف الله متعال به فرعون و طرفدارانش را نیز فضیلتی برای وی بدانیم. ثانیاً، آیا شما از تاریخ تشیع با خبر نیستید که چه زمانی نام شیعه به میان آمد و آیا در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی به نام شیعه وجود داشت که نامی از این گروه ببرند؟ حقیقت آن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از واژه شیعه نام می برد، قصدش معنی لغوی آن است، نه گروه شیعه خرافی که فعلا وجود دارد. ثالثاً، چه کسانی پیرو و شیعه امام علی رضی الله عنه هستند؟ کسانی که امام علی رضی الله عنه را موحد شجاع می دانند یا کسانی که او را ترسو و شریک الله متعال؟ آیا امام علی رضی الله عنه ندای غیر الله و قبر پرستی می کرد که شما می کنید؟ آیا ایشان تمام صحابه رضوان الله علیهم جز چند نفر محدود را منافق و مرتد می دانستند که شما به آن معتقدید؟ آیا امام علی رضی الله عنه در وقت مصیبت بر سر و صورت خود می زدند که شما غمزنی می کنید؟ و آیا بر مهر سجده می نمودند و در اذان اشهد ان علی ولی الله می گفتند که شما این کارها را انجام می دهید؟ به هر حال بیشتر کارها و اعمال شما مخالف با گفتار و کردار امام علی رضی الله عنه است. پس شما شیعه امام علی رضی الله عنه نیستید و شما برای خود چاره‌ای بیندیشید. پیرو و شیعه علی اهل سنتند که او را انسان شجاع و موحد پنداشته از اقوال و افعال او پیروی می نمایند. امام علی رضی الله عنه در مورد اسلاف شما که خود را به دروغ شیعه علی نامیده بودند چنین می گوید: ای مرد نمایان نامرد، افکار کودکان در دلتان و عقلهای زنان هجله نشین در مغزتان است. ای کاش شما را نمی دیدم و نمی شناختم. سوگند به خدا این شناخت پشیمانی برایم آورد و اندوه ها به دنبال داشت. خداوند نابودتان کند. قلبم را با خونابه پر کردید و سینه ام را مالامال از خشم نمودید و غمهای متوالی را جرعه جرعه به من خورانیدید و رأی و نظرم را
با نافرمانی و تنها گذاشتن من مختل کردید. نهج البلاغه جلد 1 صفحه 70 خطبه 27. جناب حجت الاسلام، شما به حدیث یا علی و انت و شیعتک فی الجنه استدلال نمودید. لطفاً از تدلیس دست برداشته ادامه آن را هم بخوانید تا معلوم شود که شیعه حقیقی کیست و شیعه دروغین کیست. این حدیث را عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب السنه جلد 2 صفحه 547 حدیث شماره 1272 و طبرانی در کتاب المعجم الاوسط جلد 6 صفحه 354 حدیث شماره 6605 روایت نمودند که ادامه اش چنین است: عن علی رضی الله عنه قال لی النبی صلی الله علیه و سلم یا علی انت و شیعتک فی الجنه و ان قوما لهم نبذ یقال له الرافضه ان ادرکتهم فاقتلهم فانهم مشركون. قال علی رضی الله عنه ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. از علی رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ایشان فرمودند: ای علی، تو و شیعه تو در بهشت هستید و قومی که برای آنها لقبی است که به آنها رافضه گفته می شود، اگر آنها را دریافتی آنها را به قتل برسان، زیرا آنها مشرکند. علی رضی الله عنه فرمودند: محبت ما اهل بیت را مذهب خود قرار می دهند در حالی که چنین نیستند و نشانهشان این است که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دشنام می دهند. همچنین از علی رضی الله عنه روایت شده است که فرموده: اگر شیعیان خودم را جدا کنم، آنان را جز لاف زنان و خودستایانی نخواهم یافت و اگر امتحانشان کنم جز مرتدانی نخواهم یافت و اگر غربالشان کنم از 1000 نفر 1 نفر خالص نخواهم یافت. روضة الکافی جلد 8 صفحه 338. همچنین از امام محمد باقر رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: اگر همه مردم هم شیعه ما می بودند، حتما 3/4 درباره ما شکاک و 1/4 دیگرشان احمق می بودند. رجال کشی صفحه 79. قضاوت با شماست. oh